برآمد به این فکر میکردم که قرار است هفته امتحان بتو روز شده پنجشنبه 25 صفحه درس خواندیم چطور کنم که سبب امتحان است. بعد باز از 4 بعد از ظهر روز پنجشنبه شروع میکردم تا 11 شب و فردا صبح از ساعت 3-4 میرسیدم تا 8-9 صبح. در راه هم کتاب بود دستم میخوندم، همیشه هم 4 تا درس باقی میموندم. مسیر راه هم همگی میگفتن بخوان آخر شب هر چند تا پرسم میشنیدم. بعد اونم خواننم بود تا خود کنکور تمام و بعد من 32 نمره گرفتم، اما با حال بسیار خوب میخوندم. شادی و ثروت برادران دوگانگی همند. ثروت من اون زمان چی بود؟ کامیاب شدن در کنکور، چون خیلی خوشحال بودم و با حال خوب میخواندم. شما باید این گونه فکر بکنین به پول، دغدغه‌تون شود با پول فکر کنین چه قسم ما پول پیدا بکنیم، واقعا به این فکر بکنین. بعد یا پول پیدا میکنین یا راهش پیدا میکنین، یا راهش پیدا میکنین یا پول پیدا میکنین. اصلا مسئله عجیب و غریبی نیست. اگر شما تا امروز پول ندارین به خاطر اینکه پدرتون براتون میده. اگر پول نداری مهدی به اندازه کافی به خاطر اینکه برادرایت میته. اگر برادرایت تو را بیرون بندازن و بگن خداحافظ مهدی تو میفهمی و زندگی و تو خیلی پولدار میشی. به این خاطر نقطه پیشرفت همه کس از زمانی شروع میشه که محکم به زمین میخوره و دیگه هیچ کس هم نیست. تنهایی باعث میشه که شما از نو به دنیا بیایید. درست است؟ همین خاطر همیشه یک نقطه تکیه باعث میشه شما پیشرفت نکنین. پس به پول فکر بکنید. فکر بکنین. حالا دیگه از چی رو پیدا میکنین؟ از راه شغلتون پیدا میکنین، کار و خود جور میکنین، بچه میرین پانتون میخونین دلتون. این خودش باز یک دنیای دیگه است که باید در موردش باز یک وقت دیگه صحبت بکنیم. با پول فکر بکنین.